هیچ کسب و کاری از اول بزرگ نبوده. توی سال 1927 چند تا دوست بودن توی شهر دالاس آمریکا به رهبری جوسی تامسون که شرکت 7-11 رو تأسیس میکنن. در سال 1946 کارشون رو با فروش نون و تخم مرغ آغاز میکنن. فروشگاه 7-11 از سال 1963 به صورت 24 ساعته فعالیت کردن. اما شروع گسترششون سال 91 بود. به لطف شرکت ژاپنی اونا توی آمریکا در سال 2007 1000 تا شعبه داشتن. فروشگاه 7-11 از چندین فروشگاه خرده فروشی تحت مالکیت مشترک و متمرکز تشکیل شده. وظایف و کارکردهای عمده شرکت توسط یک مدیریت مرکزی یا همون ستاد کنترل میشه که به این مدل فرانچایز میگن. خیلی زمان زیادی طول کشید تا مطرح بشن، اما امروز 7-11 با بیش از 53,000 شعبه در سراسر جهان به عنوان بزرگترین سوپرمارکت زنجیره‌ای شناخته میشه. مثل گندم بزرگ فکر کنید. گندم حس خوب خرید.